به نام خداوند بخشاینده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. امروز ما تصمیم گرفتیم که یکی از قصه های عبرتناکترین را به شما قصه کنیم. چه خیلی که شما در کوری ویدیو دیدید واخوری مرد با فرشته ها بود، واقعا هم چنین است. مرد روز خواب می رود و در خواب می بیند که در عالم فرشتگان است و ناگاه چشمش به فرشتگانی می افتد که سخت مشغول کار بودند. نامه های زیادی را که پیک ها از زمین به آنجا می آوردند آنها مرتب می نمودند. مرد از فرشته پرسید: اینجا چه کار میکنید؟ فرشته به آن مرد جواب داد: اینجا قبولگاه است. اینجا طلب ها و خواهش های انسانیت را که از خدا طلب میکنند ما قبول میکنیم. مرد پیشتر رفت و به داخل آن قوطی هایی که نامه ها مرتب کرده شده بودند نگریست و در روی نامه ها نوشته شده بود طلب ها. و خوب آن طلب ها را نگاه کرد که آدمیت یکی ایمان طلب میکرد، دیگری فرزند، سومین ثروت، چهارمین قدرت، پنجمین شفا، دیگری چشم و دیگری باشد پیشاب، دیگری آب و دهان و پسان باشد مدفوع طلب میکرد. مرد در حیرت ماند و فکر کرد که آخر آدم نخواد این چیزها را طلب کند. پیشاب چه در کار باشد به انسانیت؟ آب دهان و مدفوع همه زمین را پر کرده است، پس چی لازم برای انسان ها؟ خیلی فکر کرد و جواب پیدا نکرد. بنابراین از فرشته‌ای که در آنجا مشغول کار بود پرسان شد: اینها همه‌شان درخواست‌های آدمانند؟ فرشته در جواب گفت: البته. مرد دوباره پرسان شد: شما نمی‌دانید مدفوع و پیشاب برای چی می‌خواهند انسان‌ها؟ فرشته جواب داد: شما تا حال از این نعمت‌ها استفاده نکرده اید؟ مرد با تعجب گفت: اینها چگونه نعمت هستند؟ فرشته گفت: میدانید شما انسان‌ها از نعمت‌هایی که آفریدگارتان به شما داده است استفاده میکنید ولی قدرشان را نمیدانید. شما باری فکر میکنید که چه نعمت‌های گرانبهایی در اختیارتان است. برای مثال همین پیشاب را میاریم، پیشاب و مدفوع را میاریم که خودشان در جای خودشان بزرگترین نعمت هستند. آخر شما فکر کنید اگر آن تمام آن نعمت هایی که
توسط لذت میخورید خارج نشوند، شما چی خواهید کرد؟ چقدر تحمل خواهید کرد؟ اگر خورده هایتان به مدفوع و پیشاب تبدیل نشوند و خارج نشوند، چه بلایی به سرتان می آید؟ این را فکر میکنید؟ شما نمیدانید، ولی بعضی ها از شما انسان ها هستند که از این نعمت های محروم شدند و از خدا طلب میکنند. واقعا دوستان عزیز، انا همین چیزهایی که در نظر شما بدترین چیز است، نعمت بزرگی است که خداوند حکیم آنها را برایتان ارزانی داده است. خلاصه مرد گرنگ می شود، نمیدانست چی بگوید، نمیتوانست باور کند که این چیزهای پست و بی ارزش چقدر مهم باشند. غرق این افکار از نزد آن فرشته گذشت. ناگهان گروه دیگری از فرشتگان که سخت کوشش میکردند در تکاپو بودند و او را به خود جلب نمودند. ناگهان گروه دیگر فرشتگانی که سخت کوشش میکردند دقت او را به خود جلب نمودند و مرد به نزد آنها رفت و پرسید: شما چی کار میکنید؟ یکی از آنها که تیز نامه ها را به پیک ها میداد جواب داد: اینجا بخش ایرسال است. ما همه رحمت های الهی را به زمین برای انسان ها می فرستیم. اما فکر آن مرد باز هم به سخنان فرشته قبلی بند بود. با خود می گفت: خدایا، چه قدرت و حکمت داری تو، چقدر خوب و مهربان هستی نسبت به ما. در این هنگام چشمش به فرشته افتاد که در یک گوشه بیکار نشسته است و به نزد او رفت و از او پرسید: شما چرا نشسته اید؟ مگر کار ندارید؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق است، جایی است که وقت انسان ها جوابشان را می گیرند باید نامه ارسال کنند که من تصدیق نمایم و برای اجرای طلب های بعدیشان به قبولگاه فرستم. اما متاسفانه خیلی کم به این بخش جواب می دهند. مرد پرسید: به شما باید چه جواب دهند؟ فرشته گفت: بسیار ساده، فقط وقت دعاهایشان قبول شد بگویم خدایا شکرت و من آن را تصدیق می نمایم. دوستان عزیز، واقعا بار خودتان فکر کنید به نعمت هایی که خداوند متعال در اختیار شما داده است و عمل هایی که انجام می دهید. آیا شکر چنین نعمت های
با ارزش و فراوان را به جا می آوری؟ آیا بار فکر کرده ای که همین آب دهان بی ارزش چه نعمت بزرگ است؟ آیا فکر کرده ای که سلامتیت چه نعمت است؟ آیا می دانی که عقل و خردت نعمت بی‌بهایی هست؟ آیا فکر کرده ای که خوابیدنت نیز نعمت بزرگ است؟ آره دوستان عزیز، خداوند تمام این نعمت ها را برای ما داده است و از ما چیزی نمی خواهد بجز به راه راست رفتن و عبادت کردن خدای متعال. جز تشکر و قدردانی آسمان. اما ما چه کار میکنیم؟ آیا می توانیم که شکر این همه نعمت هایی که به جا می آوریم استفاده می نماییم بکنیم؟ آیا می توانیم یکی از این نعمت ها را به کسی دیگر بدهیم؟ نمی توانیم. واقعا دوستان، از خود فکر و باز هم فکر عمیق کنید و همیشه شکر خداوند متعال را کنید. بار فکر کنید که آن نعمت هایی که به شما داده است، آن زبان گویا، آن گوش های شنوا، آن چشم های بینا و آن دست و پای هایی که همیشه حرکت میکنند، این همه نعمت های خداوند متعال است. بار فکر کنید که آنهایی که از این نعمت های خدا تنقیسی میکشند، بعضی شخص هایی که دست ندارند، بعضی شخص هایی که پای ندارند، آنهایی که ناشنوایند، آنهایی که بینا نیستند و آنهایی که لفظی گفتار ندارند، شکر به خداوند میکنند با این قدر ناداشت های این نعمت ها. و اما ما بندگان ناسپاس با همه این داشتن نعمت ها شکر خداوند متعال را نمی کنیم. واقعا دوستان، اگر خواهید که چنین قصه ها را گوش کنید، با کانال ما پدیلیت کنید که اولین شده ویدیو به شما رسد. باقی در امان خدا تا برنامه دیگر نیست باز قصه عجیب تر را به شما نقل خواهیم کرد و انشاءالله این قصه ای که به شما نقل کردم به شما محقول می شود و از این قصه به خود یک پند می گیرید و انشاءالله در هر یک نمازی کرده اتان شکر گزار از خداوند متعال باشید. خیر، تا دیدار، تا برنامه که باز با هم هستیم. خیر.